بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اولین بابی که امام قرطبی رحمه الله تعالی کتابشان را شروع نمودند، این هم درباره فضیلت قرآن کریم و شخصی که قرآن میخواند و شخصی که طلب قرآن میکند و شخصی که قرآن را گوش میکند شروع کرده است. اولین چیزی که امام قرطبی رحمه الله در این باب میفرماید این است که میگوید ما باید آگاه باشیم و بدانیم که کسانی که درباره فضیلت قرآن نوشته‌اند نوشتجاتشون به کتاب ها میرسد، چون که این باب و این مسئله به اندازه کلان است. و امام رحمه الله بعضی از دلیل ها را ذکر میکند. میفرماید اولین چیزی که شخص مؤمن باید او را بداند و احساس و درک نماید این همان است که قرآنی را که او میخواند باید بداند این کلام الله عزوجل است، کلام و صفت الله که نه کس و نه چیزی به او مانند نیست و قرآن کریم نوری هست از ذات الله عزوجل. و اگر الله عزوجل در دلهای ما قوت عطا نمی کرد برای تحمل کردن این آیات کریمه و برای فهم و تدبر نمودن قرآن کریم، اگر این قوت را الله عزوجل بر ما عطا نمی کرد، پس یقینا این دلهای ضعیف ما طاقت و قوت برداشت این عظمت قرآن کریم را نداشت، چون که الله عزوجل در قرآن کریم می‌فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. الله عزوجل می‌فرماید اگر ما این قرآن را در کوه ها نازل می‌کردیم، پس بزرگی و عظمت این قرآن کوه ها را سوراخ می‌کرد. قوت کوه ها کجا و قوت دل های ما کجا؟ اما با این وجود الله عزوجل قوت را بر ما عطا نموده است که طاقت برداشت و فهم این قرآن عظیم را داشته باشیم و این همه فضل و رحمت الهی هست. سپس امام رحمه الله بعضی از احادیث را ذکر میکند در باره فضیلت قرآن کریم و میگوید که در سنن امام ترمذی رحمه الله آمده است که از ابی سعید الخدری رضی الله عنه گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله عزوجل فرموده است که هر کسی را که تلاوت کردن قرآن مشغولش ساخت از آن که از حاجتهای دنیا از من طلب کند، پس من به این قاری قرآن عطای میدهم که شخصانی میپرسیدگی را نمیدهم. یعنی معنای حدیث شرح حدیث این است که هر کسی که به قرآن خواندن و به تلاوت قرآن مشغول شود و از حاجتهای دنیا از الله عزوجل طلبی زیاد نکند، دائم در حالت قرائت قرآن و تلاوت قرآن و تدبر قرآن باشد، پس الله عزوجل میفرماید که من این بنده را بیشتر از اون چیزی میدهم که شخصان دیگری که طلب دعا میکنند و طلب حاجتهای دنیا را از من میکنند، اما من برای این بنده قرآن خوانم و برای این بنده که خاص به خاطر من تلاوت قرآن را میکند بیشتر میدهم و کاملتر میدهم از اونی که دیگر بنده های من از من طلب میکنند. پس آدم قرآن خوان فکر نکند که خداوند عزوجل او را فراموش میکند، بلکه این یک عظمت الله عزوجل است که تو قرآن را میخوانی، تو هوش و گوشت به قرآن میشود، اما الله عزوجل حاجت ها و نیازهای دنیوی تو را برآورده میسازد. و حدیث دیگری که در صحیح بخاری آمده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. خوبترین شما و بهترین شما همون شخصی است که
قرآن را تعلیم گیرد و سپس قرآن را تعلیم بدهد. پس از کاری که خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او راضی است، این هم تعلیم قرآن و تعلیم دادن قرآن است. و این چنین در صحیح مسلم از مادرمان عایشه رضی الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید شخص ماهری که کسی که قرآن خوب میتواند خوانده، روز قیامت همراه ملائکه های سفره ملائکه هایی هستند که از لوح محفوظ قرآن را نسخه برداری میکنند. اینها ملائکه های سفره هستند، همانند که در سوره عبسه آمده است: بی ایدی سفره کرام برره. و شخصی که قرآن را میخواند و تتعتع، یعنی زبانش هنوز برات نشده است در قرائت قرآن و بر وی قرآن خواندن دشوار است، پس اون دو اجر میگیرد. اجر اول اجر مشقت کشی در قرائت قرآن کریم و اجر دوم هر چقدری که از قرآن میخواند در اون هم اجر میگیرد. و بدون شک او شخصی که قرآن را خوب خوانده میتوند او الکی این مرحله را گذشته است. مرحله ای که دو برابر اجر گیرد اون را گذشته است. برای همین او همراه ملائکه ها هست. و حدیث دیگری که در سنن ترمذی رحمه الله آمده است از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. هر کسی که یک حرفی از قرآن کریم بخواند، یک حسنه، یک ثواب میگیرد. و این یک ثواب به مانند 10 ثواب است. یعنی که یک حسنه خداوند زیادش میکنه به 10 حسنه تبدیل میشود. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ولا اقول الف لام میم حرف، یعنی هنگامی که ما سوره بقره را یا که دیگر سوره‌ای که اولش به الف لام سر میشود میگیم که الف لام میم، این یک حرف نیست، بلکه الفی که در الف لام هست، الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. یعنی خواندن الف لام میم دارای 3 ثواب می شود و خداوند عزوجل این 3 ثواب ما را تبدیل به 30 ثواب می کند، 10 برابر زیاد می کند. پس تصور کنید که شخصی که قرآن شب و روز بخونه و شب و روز تلاوت قرآن داشته باشه، چقدر اجر او خواهد بود؟ حتما روز قیامت همراه ملائکه ها او خواهد بود. و این چنین در فضیلت قرآن در سنن ابی داود و نسائی و ترمذی رحمهم الله جمیعا آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است: الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصدقه. یعنی شخصی که قرآن با صدای بلند تلاوت میکند همانند شخصی هست که صدقه میدادگی اش را بجا نمیکند از مردم. و آن کسی که پست قرآن کریم را تلاوت میکند همانند شخصی هست که صدقه خود را در پنهانی میدهد. و این چنین در سنن ترمذی رحمه الله آمده است که از ابی هریره رضی الله عنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: روز قیامت صاحب قرآن یعنی قاری قرآن میارند و قرآن به صاحبش شفاعت میدهد و میگوید که یا ربی، ای بار خدایا، این قاری قرآن را تاج بپوشان و قاری قرآن را تاج از تاجهای کرامت، یعنی شخصی را که خداوند تکریم نموده است میپوشانند. بعد از این قرآن میگوید یا ربی زیده، ای بار خدایا باز هم بسیارتر بپوشان.
سپس جامعه کرامت به این صاحب قرآن پوشانیده می شود و این چنین قرآن می گوید یا رب ارض عنه، ای بار خدایا از او راضی باش. و خداوند تبارک و تعالی نیز از این قاری قرآن و صاحب قرآن راضی می شود. و بر قاری قرآن گفته می شود که بخوان قرآن را تلاوت کن همانند که در دنیا تلاوت می کردی، چون که به هر یک آیتی تلاوت می کردگیت یک حسنه و یک درجه در جنت بالا می روی. کدام نعمت و کدام عظمت و کدام بزرگی از این هم بیشتر می شود که روز قیامت الله عزوجل تو را پاداش بدهد در بین تمامی مسلمان های نجات یافته و مؤمنان نجات یافته، نه تنها بین کفار بلکه بین مسلمان ها باز تو مخصوص باشی، باز تو شخصی باشی که همراه ملائکه ها هستی. این که خداوند عزوجل از دوزخ و آتش جهنم ما را نجات می دهد این بزرگترین نعمت است. اما این که در بین مسلمان ها و در بین مؤمنان و در بین جنتی ها خداوند عزوجل تو را پاداش مخصوص بدهد، این نعمتی بزرگتر از هر یک نعمت دیگر است. و در حدیث دیگر از حضرت علی رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است من قرأ القرآن و تلاه و حفظه ادخله الله الجنه. هر کسی که قرآن تلاوت کنه و حفظش کند خداوند او را وارد جنت می سازد و شفعه فی 10 من اهل بیته. و این قاری قرآن خداوند عزوجل اجازت می دهد که در 10 نفر از خانوادهش از اهل بیتش شفاعت بدهد. آن خانواده و اهل بیتش که شاید گناهانش سببگار شده اند که آن شخص دوزخ درآید و عذاب بکشد، اما خداوند تبارک و تعالی به خاطر این شخصی قرآن را حفظ کرده آنها را شفاعتگر می شود این قاری قرآن و خداوند آنها را از دوزخ گرفته به جنت می درآورد. در همین دنیا اگر به یک شخصی ناشناس و از اهل بیت ما هم نباشد اگر کمک کرده بتونیم چقدر خوشحال میشیم که یک شخص را کمک کردیم. و اگر اون شخص از اهل بیت ما باشد باز که بسیار خرسندتر میشیم که دستمون میرسد و یاردم میدهیم. پس این خرسندی این دنیای چند روزه است، اما خرسندی واقعی و خوشحالی واقعی در اون دنیا هست که تو سببگار میشوی آدم را از دوزخ میبرارد خداوند عزوجل و به جنت میبرارد، تنها به خاطر اینکه تو حفظ قرآن کریم کرده ای و تنها به خاطر اینکه تو قاری قرآنی. و حضرت عایشه مادرمان رضی الله عنها را میپرسند که فضل شخصی که قرآن خوان است از شخص مؤمنی که قرآن نمیخواند در چی است؟ و مادرمان رضی الله عنها میفرماید که عددهای آیات قرآن کریم همانند عددهای طبقات جنت است و شخص قرآن خوان بهترین درجه جنت را نصیب می‌گردد. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می‌فرماید که هر کسی که قرآن را خواند و آن چیزی که در قرآن آمد را پیروی نمود و عمل نمود، خداوند این شخص را از گمراهی هدایت می‌کند و روز قیامت خداوند تبارک و تعالی او را از حساب بد و حساب سخت نجاتش می‌دهد. چرا اینکه الله عزوجل فرموده است فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقى. هر کسی که از هدایت الله عزوجل و از قرآن کریم پیروی نماید هرگیز گمراه نمی شود و هرگیز شقاوت آخرت را نمی بیند. شقاوت آخرت این همان دوزخ است والعیاذ بالله. الله عزوجل فرموده است که فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر. کسانی که
حالت اونها به شقاوت خاتمه یافته است، پس آنها دوزخی هستند. و ابن عباس رضی الله عنهما میگوید الله عزوجل ضمانت داده است هر کسی که قرآن را پیروی کند در این دنیا گمراه نشود و در آخرت از جمله اشقیا نگردد. و امام اللیث رحمه الله فرموده است که رحمت خداوند تبارک و تعالی بر شخص قرآن گوش کن نزدیکتر است از هر شخص دیگری. یعنی رحمت الله به کسی نزدیکتر نیست مگر شخص قرآن گوش کن. این در فضل اون شخصانی هست که قرآن گوش کنی را دوست می دارند، چرا اینکه الله عزوجل فرموده است و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن را تلاوت می کنند پس شما به قرآن گوش بدهید و خاموش باشید تا اینکه الله عزوجل شما را بیامرزد و در رحمت خودش قرارتان بدهد. بعد از ذکر نمودن این بعضی از دلیل ها در فضیلت قرآن و گوش کنی قرآن و تلاوت کنی قرآن، امام رحمه الله می فرماید که اثرها و سنت ها و حدیث های بسیار است در این باب، ولی حضرت در همین جا اکتفا می کند و باب دیگری را شروع می کند که این هم چگونه تلاوت نمودن قرآن کریم و چی چیز در قرائت کردن ما مکروه است و چی چیز در قرائت کردن ما حرام است که این گونه قرائت این گونه تلاوت را نکنیم و اختلاف علماها را در این زمینه بیان نموده است. و ما نیز حلقه خود را در اینجا به اتمام می رسانیم و ان شاء الله تعالی حلقه دیگر را در این باب شروع می کنیم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.